در ویتنام قبیله‌ای وجود داره که آداب و رسوم عجیبی برای ازدواج داره. زنان این قبیله وقتی میخوان ازدواج بکنن هدیه‌ای نمیخوان، نه خونه میخوان نه ماشین، فقط 2 تا دست مرد رو میخوان. اگر مردی هم بخواد ازدواج بکنه باید دستاشو قطع بکنه و به زنش تقدیم بکنه. این به یک رسم مخصوص در این قبیله تبدیل شده. این روش ازدواج 100 ساله که انجام میشه و اگر مردی بخواد دستاشو نگه داره نه تنها نمیتونه ازدواج بکنه بلکه از خانواده هم اخراج میشه. کسایی هم که به خاطر ازدواج 2 دست خودشون رو قطع کردن خیلی به خودشون افتخار میکنن وقتی راجع به این موضوع صحبت میکنن. این افراد معتقدن که این نهایت وفاداری به همسرشونه. اونا با دستهای قطع شدهشون کار میکنن و براشون مهم نیست که دست ندارن و میگن این راه نشون دادن عشق به همسرشونه. دوستان عزیز، لایک و سابسکرایب فراموش نشه.